می شود. سبیل ربک، در راه پروردگار دعوت بکن. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه، در بهترین صورت، یعنی با علم. و جادلهم بالتي هی احسن، اگر یگانش قبول نکرد میخواه کشمکشی بکنه، در بهترین صورت بیانش بکن، زیبا کرده بیان بکن اسلام. پس دیده میشد که دعوت واجب است برای کسانی که علم دارن، واجب است. اما امروز دعوت میکنی تو یا من در جا دعوت میکنم، در بر دنیا میشنه برادر میگه، میرا پس میفروشه تو. انا همین منافق هستم. پس منافق دو خیل است، نفاق کلان، نفاق میده. نفاق میده چی است؟ رسول الله در حدیث صحیح فرمودن که در دو تا حدیث، بلکه در دو تا حدیث فرمودن که آیت المنافق ثلاث، علامت های نفاق سه تا هست. در دیگه حدیث 4 تاش میگه. هر دی حدیث رو میگیریم. آیت المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، هر وقتی که سخن میگوید در سخن گفتنش دروغ میگوید. و اذا وعد اخلف، وقتی تو رو با یک چیز در یک کار وعده میتید خلافت میکنه. در همون کارا چی؟ اذا وعد اخلف، وعدش وعده خلافی میکنه. آسان تر بگیم وعده خلافی میکنه. و اذا اؤتمن خان، وقتی که در نزدش امانت میگذاری امانت رو خیانت میکند. یک مثلا برای ازش $500 $1000 میمونی که برادرم میپلا نگاه کن من یه جو سفر دارم، یک سیگار در نزدش میمونی، همون امانت خیانت میکند. یعنی رفته و الله حفظ کنه هر یک مسلمان همه ما را، اگر یک همین علامت های افته شه، این نفاق میده هست برادرها. نفاق میده. با این انسان با دروغ گفتن از اسلام خارج نمی شود. گناه کلان هست. گناه دروغ گفتن، این رسول الله در حدیث دیگر فرموده که مسلمان دروغ نمیگوید. کاری بد هست اما از اسلام خارج نمی شود. انسان رفته و اگر دروغ گفت، یا اینکه وعده کرد وعده را خلاف کرد، یا اینکه در امانت خیانت کرد، این از اسلام خارج نمی شود، اما بدترین کار است. در دیگه حدیث رسول الله فرمودن که اذا خاصم فجر، رسول الله در دیگه حدیث فرمودن که اگر در یک انسان همین 4 صفت یافته شود، میگه منافق تازه هست. یعنی در یک انسان اگر همین 4 صفت یافته شود، منافق تازه هست. ما گفتیم که به یک صفت نه، به یک علامت نه، 4 صفت. در سخن دروغ میگه، در وعده خلاف میکند، امانت خیانت میکند. هر وقتی که اذا خاصم فجر، هر وقت در یک مسئله قطیش نوتوغری میشه، کشمکشی میکنی، بدترین دشنامت میکنه. از سر کرده، از پدر و مادر، از همه دشنام میکنه. بدترین دشنام در سرت میکنه، در حالی که مسلمان باید دشنام نکند. سباب المسلم فسق قتاله کفر، دشنام دادن مسلمان این فسق است، کشتنش کفر هست. اگر حلال بگه دشنام دادن مسلمان فسق است. تو حتی اگر یک انسان دشنامت بتید، دشنام های قبیح بتید، حق نداری دشنام دادن. فقط خرش میگوی، گوش میگوی. خیلی که الله سبحانه و تعالی و جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. یک انسان تو را دشنام کرد، تو در جوابش نمیگوی. اگر به خاطر الله تو ببخشیش، تو در این کارت ثواب میگیری. اما دشنام های بد کرد، تو فقط میتونی بگویش ای خر، ای گاو، از الله بترس. پدر مادرش حق نداری دشنام کردن، برای پدر مادر این گناهگار نیست. فقط خودت ای خر، ای گاو، ای خوک بس کن. اگر همیرم نگوی تو ثواب میگیری. تو میگی به خاطر الله من تو را دشنام نمیکنم، من مسلمان هستم، من مؤمن هستم، من نمیخوام در این فسق کوشم، ترکش میکنی. اگر بینی بگذره یگان شپلاقش میزنی. داروش نه، اگر مسلمان باشه دارو زدن جایز نیست. اما دشنام کوشش میکنی نکنیش. بعداً برادر، اما کسی که شک میکند یا اینکه منافق است، میگوید در جواب چی؟ ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ها ها میگه، همین خیر میگه، ها ها میگه نمیدونم، میگه مردم میگفتن گفتم، مردم چه میگفتن میگه من گفتم. یعنی از این دیده میشود که انسانی که در اسلام شک داشت یا اینکه منافق بود،
дар дурунги қабр гуфта наметавонад ки аллоҳ, ман аллоҳ ибодат мекардам, дини ман ислом буд, паёмбари ман муҳаммад буд. Ин гапро гуфта наметавонад. барои ин шайх чӣ гуфт? се асле ҳаст ки воҷиб ҳаст барои ҳар як мусалмон донистанаш. фарз ҳаст ки мусалмон се аслро бидонад. пас чӣ будааст? инсон аллоҳро бишносад, инсон дини исломро бишносад, бидонад ва муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламро бишносад. яъне агар бигӯяд ла илаҳаиллаллоҳ муҳаммад расулаллоҳ тамом, ягон кор накуна фоида дорад? Фоида надорад. барои чӣ? мо зикр кардем сураи вал асро ва боқӣ сураҳоро ки аллоҳ субҳанаҳу ва таъола дар дигар сура мегӯяд ки фаин табу ва ақому салата ва ату заката фахаллу сабилаҳум. ҳар вақте як мушрик, як кофир, як мунофиқе ки ҳақро фаҳмид тавба кард, фаин табу, яъне шаҳодатро гуфт, фаин табу ва ақому салаҳ, намозро барпо гузошт, намоз хонд, ва ату закат, закотро дод, фахаллу сабилаҳум, мусалмонҳо роҳша боз кунед, яъне мусалмон ҳаст. имрӯз бародарҳо, аллоҳ ҳифзтон кунад, дар ҷомеаи мо бисёри инсонҳо ҳастанд мардумро фанду фреб мекунанд. ҳамин дили тоза боша мега, ҳамин дили тоза боша тура кифоят мекунад. валлоҳи ки ин дурӯғ аст. валлоҳи ин гап дурӯғ ва ботил ҳаст. аллоҳ субҳанаҳу ва таъола вақте ки инсонро халқ кард, ҳар яке мо медонем шайтон чӣ гуна аллоҳ рондаш кард, чӣ гуна лаънаташ кард. вақте ки аллоҳ субҳанаҳу ва таъола инсонро халқ кард, амр кард ки чӣ? саҷда бикунен барои инсон, яъне саҷдаи эҳтиром. саҷдаи эҳтиром бикунен. фасаҷаду куллуҳум аҷмаъун илла иблис астакбара ва кана, боқиёатш хеле ёдам биромад, мега ҳамаи малоикаҳо саҷда карданд магар иблис. ки иблис вақте ки саҷда накард, дар ҷо чӣ гуфт? قال ربي ای پروردگار من چی گفت؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین. گفت ای الله تو مرا از آتش خلق کردی و انسان را از خاک. یعنی وقتی که الله سبحانه و تعالی آدم را خلق کرد، امر کرد که همه سجده احترام بکنند. که ولی موضوع خودش هسته که برای پیامبرهای پیش، یعنی پیرواش سجده احترام میکردند. چگونه که برای آدم علیه السلام سجده کردند، یا چگونه که برادرهای یوسف و پدر مادرش برای یوسف سجده احترام کردند. خیلی که در آیات سوره یوسف هر یکی ما اگر خوانده باشیم این آیات رو میدونیم که چی گفت حضرت یوسف؟ اینی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یوسف علیه السلام چی گفت؟ برای پدرش خوابش نقل کرد. گفت ای پدری من در خواب دیدم که 11 ستاره، آفتاب و ماهتاب برای من سجده میکردند. یعنی این سجده احترام بود. و کسانی که میگویند که دلت پاک باشد تو مسلمان هستی، این والله سخن باطل هست. الله یک بار ابلیس امر کرد که برای انسان سجده احترام بکن، وقتی که گوش نکرد الله راندش کرد و لعنتش کرد. اما الله سبحانه و تعالی هر یک انسان هر روز امر میکند، 5 بار ای مسلمان نماز بخوان، ای مسلمان نماز بخوان. اما انسان چیکار میکند؟ نماز نمیخواند. آیا این گفته میتواند که مسلمان هست؟ الله سبحانه و تعالی یک بار شیطان رانده کرد. انسان ها بعضیش میبینی میگه ما 40 ساله شیم بعد میخونیم. آیا تو را یگان کس زمان گارانتی داده است که تو 40 سالگی تا میزنی؟ من والله خودم دیدگی هستم، در آسیا بسیار دیدگی هستیم. 40 ساله شم میگه میخونم. و من انسانی را دیدم که میگه دل تازه باشد بسای. اینها همش گمراه هستند.
اینها اگر توبه نکنند در خطر بزرگ هستند. برای چگونه که آیات قرآن رو خواندیم، الله چی گفت؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة، هر وقت توبه بکنن نماز رو برپا بدارن. یا در دیگه حدیث رسول الله چی گفتن؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. عهد و پیمانی که ما گرفتگی هستیم و ما کسی را که مسلمان میگوییم نماز هست، کسی نماز رو ترک کرد کافر میشود. پس از این دیده میشد هر یک مسلمان نماز رو باید انجام میدهد. خلاصه انسان در قبر سه چیز پرسیده میشود: پروردگار تو کی هست و دین تو چی هست و نبی تو کی هست؟ مسلمان میگوید ربی الله و دین الاسلام و نبی محمد صلی الله علیه و سلم. پس عمل داشته باشد برادرها، عمل که الله سبحانه و تعالی در سوره محمد بیان کرد که یعنی راست تک یا مجرد لا اله الا الله، لا اله الا الله گفتن فایده نمیکند. چی گفت؟ فعلم، فعلم، پس بدون، یعنی علم، فعلم انه لا اله الا الله، بدون که نیست معبودی بر حق مگر الله. این یک شاید برادر سوال کند که آیا معبودهای باطل وجود دارند؟ بله وجود دارند، مانندی که در وقت رسول الله بودند. لات و عزات و منات به یک گفته ای که اهل سیرت ذکر میکنند، در درونگ کعبه، در گرد کعبه 360 بت بود، الهاشون بودند، عبادتشون میکردند. آیا همون الهایی که عبادت میکردند، خداهایی که عبادت میکردند حق بودند یا باطل؟ باطل بودند. برای اینکه الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ فعلم، پس بدون، یعنی با علم قطعی، انه لا اله الا الله فاستغفر لذنبک، نیست معبودی بر حق مگر الله. و در دیگه حدیث صحیح ما داریم برادرها که رسول الله وقتی که قومش را دعوت کرد چی گفت؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ای قوم من لا اله الا الله بگوین پیروز میشین. در جواب قومش چی گفت؟ آیات قرآن نازل شد. مشرکا گفتن که اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشیء عجاب. وقتی که رسول الله قومش را به سوی یکتاپرستی دعوت کرد، در جواب گفتن که این محمد میخواهد یک اله عبادت کنیم، این چیز عجیب است. گفت این سخن محمد عجیب است. یعنی مشرکا وقتی که لا اله الا الله را پیامبر گفت سرازا فهمیدن که باید مولات و عزات و منات و دیگه و دیگه و دیگه و دیگه بت‌ها را ترک کنیم، فقط الله عبادت کنیم. چگونه که امروز بعضی گروه‌های باطل از مرده‌ها طلب میکنن، شیعه ها از مرده‌ها طلب میکنن. ما آیات قرآن رو بیان کردیم. الله چی میگه؟ ادعونی استجب لکم. از همه آسان‌تر که سوره فاتحه، سوره الحمد، سوره فاتحه هر یکی ما الحمدلله در نماز میخونیم، لیکن اکثر ما معناش نمیدونیم. اگر ما معناش بفهمیم، همینجا الله بیان میکنه چی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای الله ما تو را عبادت میکنیم، ایاک نعبد، ای الله ما فقط تو را عبادت میکنیم، و ایاک نستعین، و ما از تو طلب کمک میکنیم. استعانه طلب کمک میشود. همین سوره فاتحه ده. اما امروز خیلی گفتیم بعضی گروه ها هستن که اهل بدعت ها، مشرک ها، که از مرده ها طلب میکنن، از مرده ها فرزند طلب میکنن. مثلا نصارا اعوذ بالله عیسی علیه السلام را اله گرفتن، در حالی که عیسی علیه السلام بیزار هست، بیزار هست از این پیرواش. یهودی ها عزیر را اله گفتن و قالت الیهود عزیر ابن الله گفتن. اعوذ بالله عزیر گفتن پسر خدا هست. اتخذوا، یا اینکه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، و تحقیق کافر شدن کسانی که گفتن چی؟ یعنی اله رو سه تقسیم کردن، گفتن اله گفتن، یعنی الله گفتن و مادر عیسی را گفتن و روح القدس، یعنی همون روحی که نازل شد. سه اله گرفتن خریستیانو، با تحقیق کافر شدن میگه الله. ولقد چی؟
لقد کفر، لقد دو کلامی تحقیقاتی تأکید شده. یعنی پس دیده می شود که الههای باطل وجود دارند اما حق نیستند. مسلمان وقتی که لا اله الا الله میگوید باید اعتقاد بکنه که الههای باطل وجود دارند اما مستحق عبادت نیستند. مستحق عبادت فقط الله است. خلاصه معنای لا اله الا الله چی است؟ نیست معبودی بر حق مگر الله. برادرها اگر کسانی که میخواهند زیادتر فهمیدن، ما معنای لا اله الا الله رو درس کردگی هستیم برادر. معنای محمد رسول الله درس است. در یوتیوب کانال داریم ان شاء الله که میدونن، در همونجا گوش میکنن اینها رو، همونجا میدونن گوش میکنن. اگر بخواین اینجا برادر هستی کانال یوتیوب پارتویا، کانال یوتیوبی که سوال جوابای کو برادر همون رو میپرتویا ان شاء الله. معنای لا اله الا الله، معنای محمد رسول الله رو ما درس کردگی هستیم و باقی شرط ها، رکن ها و شرط هاش بیان میکنیم. در درس های آینده ما ان شاء الله در یوتیوب کانال داریم که بیان میکنیم. اینها همش با قرآن سنت، قرآن سنت قطعی ما ان شاء الله بیان کردیم. خلاصه برادر یک سوال داری برادر؟ بارک الله فیک. اون سوال داشته باشه معلومات. یعنی حاضر از همین درس شما چی فهمیدین برادر؟ همین درس اینو مثلا از ما الحمدلله گرفتیم یک دقیقه چی، یعنی سه اصل گفتیم فهمیدین؟ یگون سوال در همین هست یا نیست؟ یگون سوال هست ان شاء الله در همین یا نیست؟ استاد عزیز یکچند یک دختران گفتن که ما میتوانیم به نزد بچه ها قرائت کنیم، اگر جایز هست یا که نیست. گفتم ما گفتیم ممکن نیست، اگر دوزد باشد تو میفهمم. یعنی زنها در زی مردها قرائت کردن. برادر امروز والله اعلم ما کانال های داریم که کانال های خواهرها هستند. سبحان الله، خواهرهایی که خواهرهای طالب علم داریم که دازی اونها میشه گذشته. اگر رفته و نگاه کرده برادر، اگر رفته و اولا که جایز نیست، نگاه کرده برادر، اولا جایز نیست، جایز نیست که زن در زی مرد بشینه قرآن بخونه، جایز نیست. اما رفته و اگر پیدا نشد چیکار کنه؟ پیدا نشد ان شاء الله هست ولی کانال ها اگر در کار باشن خواهرها ان شاء الله ما روی میکنیم. اگر رفته و پیدا نشد قطعی محرمش، محرم یعنی پدر، برادرهاش، یک انسانی که قاری قرآن هست، یک انسانی قرآن میفهمه، در از پدرش زنگ میزنن، چیکار میکنه؟ میخونه، آواز شبا زیبا نمیکنه، آواز یخیل کرده، آواز غوز کرده که آواز یخیل دغل شود، تو که مثلا این زن، هر یک زن مسلمان محرم هست، کوشش میکنه که آواز زیبا نشود، آواز هم خیلی غوز کرده بخونه قرآن و اگه جایش خطا هست خطاگیش اصلاح کنه. یعنی کدام حالت برادر در یاد بگی؟ با همراهی محرمش، اول اینکه یگان استادای زنکی نیاورد، دوم اینکه با همراهی محرمش فهمو شد ان شاء الله. نیکی ان شاء الله ما کانال های خواهرها هستن که الحمدلله از قرآن، از تجوید، از توحید درس میتین. ان شاء الله ما حرکت میکنیم، این یک خاص برای خواهرها هستن. ان شاء الله حرکت میکنیم، کانال رو میپرتویم، فقط خواهرها داخل شوند ان شاء الله استفاده کنند. بله. سوال باشه برادر جانم مرحمت استاد عزیزم. بله برادر، بله ان شاء الله یگان چی که همونجا یک چی بگذار، چی بگذارم؟ یک پایون بگذارم بنویسم اون سوال اگر باشه. خلاصه برادر معنای لا اله الا الله فهمیدی؟ نیست معبودی بر حق مگر الله. و دلیل چی است؟ دلیل سوره محمد، دلیل سوره محمد آیات 19 هست والله اعلم. فعلم انه لا اله الا الله، پس بدون که نیست معبودی بر حق مگر الله، پس بدون که نیست معبودی بر حق مگر الله. همچنان یک چیز فراموش کردیم که امام بخاری در کتابش باب گذاشتگی است، یک موضوع مهم. باب چی گفت؟ العلم قبل القول والعمل، علم پیش از گفتن و عمل کردن هست، علم پیش از گفتن و عمل کردن است. از این دیده می شود چی؟ یعنی یک انسان باید الله با علم بشناسد برادرها، با علم.
یعنی بگیره بخونه. یک انسان سوالت کنه که تو با علم چه الله شناختی؟ میگوی با آیات قرآن. فعلم انه لا اله الا الله. الله امر میکنه ما الله عبادت کنیم. الله امر میکنه که پیرو از چی؟ از قفای پیامبر شیم. خیلی آیات رو خوندیم که الله چی گفت؟ و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ای مردم، ای انسان ها، چه که پیامبر برای شما آورده است بگیرین و چه که نهی کرده است دست بکشین. یا در دیگه آیات الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ و ما ينطق عن الهوى بل هو وحی من یوحى. یعنی محمد از هوا گپ نمیزند بلکه وحی است از جانب الله. تو حتی حدیث های پیامبر، حدیث های صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم این وحی است. حدیث های اما در حدیث به حدیث الله عبادت نمیکنی، یعنی حدیث در نماز نمیخونی، اما حدیث های صحیح این از جانب الله وحی می شود. درجهش قد قرآن نیست، اما رسول الله از هوا و هوس گپ نمیزند بلکه از جانب الله وحی است. برای که برادرها کوشش کنید، این اصل دینتون است. والله که روز قیامت هر یک ما سوال میشیم. وقتی که انسان به عمل می رود، وقتی که انسان مشرکان می روند چی میگه؟ یا لیتنی کنت ترابا. ای کاش میگه ما خاک میشدیم. یا در دیگه آیت انسان هایی که تقصیر کردگی هستند چی میگن؟ رب ارجعونی، ای پروردگار من مرا باز بگردان. رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فيما تركت. لعلی اعمل صالحا فيما تركت. شاید من چیزهای ترک کردگی هستم هم چیزها عمل کنم. الله میگه کلا، هرگز امروز تو بازگرد نداری دیگه، بازگشت نیست دیگه. چه کردی اهل علم در بین تو بودن بیان میکردن، تو بی‌پرواگی کردی. برایم قرار هر یک مسلمان در کلش فرض واجب است که تعلیم گرفتن، الله شناختن، دعوت کردن. بله برادر. اون کس سوال داشته باشن معلومات برادر جانو سوال بتین. سلام علیکم. سلام علیکم استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد یک سوال داشتم، ممکن باشد مرحم سوال بتیم؟ بله ان شاء الله سوال تا بفرما، اگر که دونستیم باذن الله جواب میتیم برادر. بهتر کجا است؟ بله برادر، آواز چسبیده است. بهترین زن کجا؟ بله که میگه که بهترین زن کدوم است؟ بله برادر. او سبزه برادر، اولا که سبحان الله ما کمتر موضوع رو کلان میکنیم. برادر تو سبزه ما فهمیدیم سوال تا ان شاء الله. برادر تو سبزه ما سوال تا فهمیدیم. بهترین زن کی هستند؟ اولین یعنی ما از این پیشتر بیان میکنیم که رسول الله بیان میکند که چگونه زنها رو ما بگیریم، چگونه زنها رو. اینکه الله سبحانه و تعالی همچنان بیان میکند و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. یعنی مردهای پاک برای زنهای پاک هستند، زنهای پاک برای مردهای پاک هستند. والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. زنهای بدبخت، زنهای خبیثه برای مردهای خبیث هستند و مردهای خبیث برای زنهای خبیث. یعنی یک زن پاک دامن، یک زن پاک دامن است، یک دختری پاک دامن هست، یک مرد خبیث، یک مرد زینوکار عرق نوش وقتی که میآید نمیتیش دختر تا. یا اینکه یک مردی پاک دامن هست، یک دختری خبیثه را که دختر زینوکار هست، عرق نوش است، نمیگیری. الله سبحانه و تعالی میگه که مردهای پاک دامن برای زنهای پاک دامن، زنهای پاک دامن برای مردهای پاک دامن. و رسول الله در حدیث صحیح بیان کردن که شما زن رو با 4 صفت میگیرین. تنکح المرأة باربع. زن رو شما با 4 صفت میگیرین. یکم اینکه زن رو شما برای مالداریش میگیرین، برای منصبداریش و برای زیباییش و برای دینداریش. یعنی یک گروه انسان ها هستن که زن زیبا میکنن، یک گروه جوان ها زن زیبا میکنن،
دهها بیسها دخترم میبینن معقول نمیگن که این دختر دیندار هست، نه فقط زیبوگی. یک گروه انسان ها زنی پولدار میکنن، یک گروه انسان ها زنی منصبدار میکنن، یعنی خش تبار تقدار بگیم آسان‌تر، تقه باشد منصب از قفاش یگان چی باشد. و یک گروه انسان ها دیندار میکنن. رسول الله چی گفت؟ فظفر بذات دین تربت یدک. پس گفت زنی دیندار را بگیرین شما پیروز میشین. بهترین زنها زن دیندار هستند. رسول الله چی گفت؟ الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. دنیا گفت یک متاعی هست و بهترین متاع دنیا المرأة الصالحة، زنی صالحه هست، زنی پاک دامن هست، زنی هست که الله عبادت میکند، زنی علمدار پاک دامن هست. حدیث الدنیا متاع و خیر المتاع الدنیا المرأة الصالحة. رسول الله چی میگوید؟ ای جوانها زنی دیندار رو بگیرید و دنیا متاع هست و بهترین متاع دنیا این زنی پاک دامن هست. و برای همگی معلوم است برادر کی و برادرها که انسان دیندار این بهترین انسان هست. در دیگه حدیث رسول الله چی گفتن؟ ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم. پیامبر در حدیث فرمود که الله نگاه نمیکند به صورت‌های شما و به مال‌های شما، یعنی الله شکل‌های ما را نگاه نمیکند. ما سفید هستیم، ما سیاه هستیم، ما بوزباله هستیم، یا اینکه با پل‌های ما پلدار هستیم، الله هرگز را نگاه نمیکند. برای اینا در نزد الله هیچی است. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ولكن الله نظر میکند به دلها و عملهای شما. پس از این دیده میشد که هر یک انسانی که پاک دامن هست، هر یک انسانی که عمل میکند این بهترین انسان است. که الله سبحانه و تعالی در دیگه آیات با فرمودن الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله چی گفت؟ الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ای مردم بدونین که اولیاء الله در نه ترس و نه خوف نزدیکی نیست. اولیاء الله کی هستند؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. همون انسان هایی هستند که به الله و رسولش ایمان میارن و تقوا میکنن، پرهیزگاری میکنن. از این دیده میشود که هر یک مسلمان ولی الله شده میتوند. امروز بعضی گروه ها خیلی که بارها میگویم صوفی ها مثلا فقط ولی میگه که فلان فلان انسان، در حالی الله میگه که هر یک انسانی که به الله ایمان آورد، تقوا کرد، پرهیزگاری. کلمه تقوا چی؟ پرهیزگاری. یعنی معنیش همین است که امر الله به جا میارد. پرهیزگار کی است؟ امر الله به جا میارد، از نهی دست میکشد، اون پرهیزگار است. ولی الله میشد. دوستی کلمه ولی چین؟ دوستی الله. پس از این چی میشود؟ هر یک انسانی که پاک دامن هست از زن از مرد اون بهترین است. و خاصتا حدیث رو برای زنها بیان کردیم که رسول الله چی گفت؟ الدنیا متاع. این دنیا یک مال هست، متاع مال. و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. و بهترین متاع، بهترین مال دنیا این زن صالح است. و در دیگه حدیث هم بیان میکند که متن عربیش دیادم نیست. رسول الله چی گفت؟ هر وقتی که زن رو نظر میکنی و سوی زن خودت نظر میکنی، تو را خوشحال میکند. مثلا هر یک ما وقتی کار میکنه، از کار میایم 10 ساعت و مثلا 8 ساعت کار میکنی، و سوی همسرت نگاه میکنی، تو را خوشحالت میکنه. همین قبقوش دم کاگینه و رنگ همون جرغوت ترشوری سراس لباسات میام برورا و مثلا قتی یک معامله خوب قتی صحبت می انا زن بهترین زن هست. و در دیگه حدیث فرمود که هر وقتی که مرد همسرش دعوت کرد به سویش، یعنی به طرف جوگا تو که نزدیک شود، اطاعتش میکند. اگر اطاعت نکرد این گناه میگیرد که ملائکه در بالاش غضب میکنند. هر وقتی که مرد همسرش دعوت کرد. نمی است ان شاء الله. بارک الله فیک. بله برادر.
منظور احمد استاد. سلامت باشی برادر. اون که سوال داشته باشه ما نمان برادر جانم. گوش میکنیم. استاد یک سوال دیگر ممکن باشد مرحمت کنید. بله مرحمت. برادر انشاءالله گوش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. یا چیز پرسم اکرم. بله برادر گوش داریم. امی دخترها میگن که تو بزیبی بعد امی گناه که گپی گفتگی همیو. اولا که برادر، اولا که ما میگیم این خیلی دخترها را و این خیلی جوانها را از الله بترسین. این خیلی دخترها و جوانها را میگیم که شما از الله بترسین. جوانهایی که قطعی دخترها میشینن گپ میزنن، این کار حرام هست. بله. این کار حرام هست. حاضر دخترها همونجوری شنگی است که بعد بله برادر، وقتی که یک صحابه جوان بود، یک صحابه جوان صحابه بود یوش که با دولت‌های عربی برای هر یک ما معلوم هست که خیلی گرم است، 40 50 60 گرادوس گرم است. گویا رسول الله من اجازت بدی من یوش هستم زنا کنم. دیگه صحابه خیلی غضب کردند که این جوان صحابه بود. دیگه صحابه خیلی غضب کردند. این سخن خلاف گفته الله است که الله میگه ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء السبيل. ای کسانی که ایمان آوردین با زنا نزدیک نشین. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه. و درستی که این زنا کاری فحش است و ساء السبیل و بدترین راه است. صحابه گفت یا رسول الله من اجازت بدید زنا بکنم. دیگه صحابه خیلی غضب کردند. که رسول الله گفت بستین صبر کنین. فیروج کرد نزدش گفت آیا میخواهی که با مادری تو یک از زنا بکنی، با اپای خود، با خواهری خود، با چند کسای خشته باشه ذکر کرد. گفت والله گفت رسول الله من نمیخوام. گفت پس بدون که همون انسان ها نمیخواهند با اهل اویلش زنا کنی. ما بهترین برادرها را میگیم که ای برادرها وقتی یک خواهر وقتی تر گپ میتیه بگیم تو از الله بترس خواهر ادرسوی خونه تو بتی من خونه تو میرم مادر ما روی میکنم پدر ما روی میکنم. این یکم. دیوم این که یک انسان بله الله سبحانه و تعالی یک انسان رو زیبا خلق میکنه، یک انسان رو کمتر بزیب. الله خیلی که بخواد خلق میکنه، اما ما حق نداریم بخندیم یک انسان رو. حق نداریم بخندیمش بگیم بنید کجای مثلا بنید کلونه چشمت تنگن چشمت کشوده است گوشت کلون هست. حق نداریم خندید. این حرام هست. این حرام هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن چی گفت؟ آیات رو سوره حجرات یک دقیقه منم آیات رو بخونم. سوره حجرات الله سبحانه و تعالی بیان میکند که جایز نیست یک مسلمان دیگه مسلمان رو بخندد یا اینکه یک زن مسلمان دیگه زن مسلمان رو. یک دقیقه من حجرات الله سبحانه و تعالی در آیت 11 چی گفت؟ یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که ایمان آوردین لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ای کسانی که ایمان آوردین یک قوم دیگه قوم رو نخندین. عسى ان یکونوا خیرا منهم. شاید همون کسی که شما خندیده هستین از شما در خیر باشد. شاید از شما در چی باشد؟ خیر، یعنی بهتر و خوبتر باشد. الله در باقی چی میگه؟ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. و زنهای یک قوم زنهای دیگه قوم رو نخندید. شاید همین زنهایی که شما خندیده هستین از شما در خیر باشن، بهتر باشن. برای اینکه حرام است خندیدن. یک انسان مثلا پاش معیب است، یک انسان دستش معیب است، یک انسان چلیکوش کم نه انسان چلیکوش زیاد هستند. خندیدن حرام است. برای اینکه این سوره حجرات آیات 11 هر یک بگیرید تفسیر تاجیکی هستن برادرها نظر کنید. جایز نیست. و چیزی که گفتیم یک زن قطعی مرد میشینه گپ میزنه این حرام است.
هم مردم میگیم که ای جوان‌هایی که شما قطعی زن‌های بیگانه گپ میزنین، آیا شما دوست می‌دارن که قطعی خواهرهای شما، قطعی اپاهای شما، قطعی مادرهای شما یک جوانی گپ بگیره گپ زنه؟ هرگز نمیخواد. الله چی گفت؟ ولا تقربوا الزنا، با زنا نزدیک نشین. نمیگه که نکنین، نه، نزدیک نشین. بله. یک چیز کردن هست، یک کار کردن هست، یک با یک کار نزدیک شدن. الله میگه نزدیک نشین. و در اسلام کسی که زنا میکند حکمی سخت دارد که اگر جوانی زن نگرفته باشد 100 تا در زدن. بسیار انسان ها میبرن درای خیلی همی یک چی میگیم و یک قمچین میگیم، قمچین هایی که در وقت چون بودن همی درای سخت میزدن. این جوانی بیزن دختری شونو کرده، اما رفته و اگر زن شوکگی باشن در اسلام حکم سنگسار است. اما امروز نه، امروز برای که دولت اسلامی نیست، امروز حکم الله نیست، این انسان های عادی من و تو این حق را نداریم، من و تو این حق را نداریم، این قاضی باید باشد. اما ما این گونه انسان ها را میگیم کسی در کارهای بد دست زدن، از الله بترسین، توبه کنین، به سوی الله باز بگردین، به سوی الله باز بگردین، از این کارها دست بکشین. اگر شما همین کاری که شما میکنین دوست میدونین با خانواده‌ات بکنین، دوست نمیدونین پس همین کارو نکنین. بله برادر. یک دو سال آمدگی است که میگوید همین مرد همسر نداره برای شوهرش نگاه داشتن روزه بگیره تا زنگیری را. درسته؟ من روزه دارم درس کار میکنم. بله برادر، حدیث رو ما بیان میکنیم. یک دقیقه حدیثی صحیح اومدگی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث بیان کردن که یک دقیقه حدیث رو من بیاورم تا یافتن تو نه سال دیگه بگم. بله. خلاص من اویلادور صاحب دو کودک، شوهرم میخواهد در کرسی زن گیرد. من راضی نیستم، بیگناهی شخصی زن میگیرم. گوید که اجازت مرد چند زن گیرد. تویمون 5 سال میشد. بله برادر، از این جواب میتیم. بله حدیث رو یافتیم. حدیث در بخاری و مسلم، حدیث یعنی 100% صحیح است. در بخاری و مسلم اومدگی است که در بخاری رقم 4778، در مسلم 1400. از عبدالله ابن مسعود قال عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قال لنا نبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر میگه برای ما صلی الله علیه و سلم گفت یا معشر الشباب، ای جوان ها، شباب گفته جوان، ای جوان ها، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، کسی از شما قوت و توانایی دارد پس زن بگیرد. کسی از شما قوت و توانایی دارد، یعنی قوت و توانایی این است که کمتر شرایط دارد یا اینکه شهوت دارد. مثلا بعضی انسان ها بیمار هستند که الله شفاشون بده، شهوت ندارن، اینها زن نمیگیرن. برای چی؟ برای اینکه برای زن ضرر هست. یعنی هدف زن گرفتن همین است، یک از هدفش همین است که به یک دیگر آرامش گرفتن. اما یک انسان شهوت نداره، یعنی بیمار هست، الله شفا بده این گونه انسان ها رو، مسلمان ها رو، و زن نمیگیره. و همچنان شرایط داشته باشد، یعنی یک جایی که همون زنکه مسکنشه، مطعمشه، ملبسشه چکو کند، با اصطلاح عروسی ابسپیچت کند، یعنی خانه، لباسه، طعامش رو در کلای مرد واجب است. پس زن میگیرد. رسول الله چی گفت؟ من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصر و احسن للفرج. هر وقتی که مرد زن میگیرد، زن گرفتن چشمای تو را میپوشاند و فرج تو را چیکار میکند؟ میپوشاند، حفظ میکند. یعنی وقتی که مرد زن دارد دیگه پروای زنها بیگونه ندارد. هر وقت شهوتش بلند شد نزد زنی خودش میرود. مرد مسلمانی که مؤمن مسلمان وقتی زن میگیره دیگه پروای یگان چی ندارد. بدون که الحمد دربارش همسرش هست که اون وقتی که میخواد به همسرش نزدیک میشه. رسول الله چی گفت در حدیث صحیح که
ای جوانها شما زن بگیرین، زن گرفتن چشمها و فرج شما را چیکار میکند؟ حفظ میکند. در واقع چی گفت؟ و من لم یستطع فعلیه بالصوم فان له وجاء. و کسی از شما نتونست زن گرفته پس روزه بگیرد که روزه گرفتن تخفیف سبک کردن شهوت است. انسان وقتی که روزه دار هست شکمش گشنه فقط فکر شکم شه دیگه، یعنی چیکار میکند؟ شهوت رو خاموش میکند. روزه گرفتن شهوت رو خاموش میکند. بله برادر درست سوال کرده است. الله حفظ بکنه برادر. کوشش بکن وقتی که تو همسر نداری با همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفت و رسول الله گفت من دوست می‌دارم که روزه گرفتن مانند برادر من داوود علیه السلام پیامبر الله که چه روزه میگرفت، یک روز روزه میگرفت یک روز دم میگرفت. اگر این برادری که شهوت بلند هست یک روز روزه بگی یک روز دم بگی، یک روز روزه بگی یک روز دم بگی. این سوال یکم. سوال دیگه که خواهر سوال کرده است، اولا الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمودن که فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الله چی گفت؟ فانکحوا ما طاب لكم من النساء. یعنی شما با زنی بگیرین ای جوانها، زنهایی که برای شما مناسب هستند، زنهای دیندار، دو سه. الله سبحانه و تعالی سوره از دو سر کرد. مثنى یعنی دو و ثلاث و سه و رباع و چهار. الله اول ای دو سر کرد، دو سه چهار. در آخر چی گفت؟ فإن خفتم، هر وقتی که شما ترس پیدا کردین، هر وقتی که شما ترسیدین که عدل کردن نمیتونین، فواحدتاً، پس یک تا بگیرید. هر وقتی که شما عدل کردن نمیتونین یک تا بگیرید. در حدیث صحیح ذکر می شود که مردی که در بین همسراش عدل نمیکرد در روز قیامت یک طرف بدنش شل می شود. یعنی یک طرف بدن در روز قیامت شل هست. شل هم میدونیم برادران، بگیم بیماریه که شخ یا شل میگیم ما، مثلا به اصطلاح ما شل، که همه میگه میشناسنش که این مرد در بین زنهاش عدل نمیکرد. دارم که الله چی گفت؟ فإن خفتم الا تعدلوا، هر وقتی که شما ترسیدین که عدل کردن نمیتونین، فواحدتا، پس یک تا بگیرین، پس یک تا بگیرین. اما امروز بعضی جوانهای ما هستند الحمدلله پولدار هستند، شرایط خوب دارند، برای همسر یکمش خانه و در خریدگی و هر 3 ماه پس و 4 ماه پس و 5 ماه پس پیشش میآید قطیش میسته دیوم بگیره، جایز است. یا اینکه مثلا یک جوانی که پولدار هست دو تا همسر میگیرد، همسر یکمش میاره در آسیا قطیش 6 ماه میسته، روی میکنه همسر یکمش دیومش میاره قطیش 6 ماه میسته. این جایز است. الله سبحانه و تعالی اجازه داده است. الله سبحانه و تعالی اجازه داده است برای مسلمان ها. رسول الله چی گفتن در حدیث صحیح که تزوجوا الودود الولود، یعنی زنهای یاشی گودکون رو بگیرین. در باقی حدیث میگم من روز قیامت فخر میکنیم که امتهای من زیاد هستند، زنهای گودک میکنن همونا رو بگیرین تا که نسل زیاد شود. تزوجوا الودود الولود. پس چی هست خلاصه گپ؟ اگر کدام مردی که شرایط و توانایی دارد تا که 2 زن 3 زن 4 زن ابیسپیچت کرده میتوند، شرایطش مهیا کرده میتوند، پس بگیرد بسم الله. اما عدل برادرها، اما زن دیگه بگیر و زن یکم بیچاره تمام دیگه سالها پیش، این حرام است، این ظلم است در حق زن. برای اینکه اگر عدل کرده بتونه، هر تونه یک نیو کرده بتوند. معلوم است که مثلا زن یکم 3 4 گودک داره و مثلا 2 3 گودک داره، زن دیوم 1 گودک داره، زن یکم زیاد ابیسپیچت میکنه، یعنی نفقهش زیاد میتی از زن دیوم. اما مسئله عدل، مسئله همخوابگی، این باید یک باشد. مثلا اگر زنی دیوم در آسیا 5 ماه برمون، زنی یکم 5 ماه، هم خیلی 5 ماهی 2 ماهی 3 ماهی یک چیکار کنن، هم خیلی نگاه کند. والله اعلم جایز است. هم خیلی به سوال برادر. بله. اما مسئله سوال کرد که پرس اجازت بگیره، همین خیلی اجازت گرفتن نه. اگر اجازت گرفتن باشد این در مستحبات میدره که از زن یکم مشورت گرفتن مستحبات میدره که من زن دیو میگیرم مثلا یگان یعنی
چی نشه مثلا زیدیت نکن. اما این در شوهر مستحبات اگر زنی که باشد برادر، اگر زنی باشد که بدون بعضی زنهایی که مثلا معلوم است که هر یک زن طبیعتا رشک داره، هر یک زن طبیعتا رشک داره، بدون که زن مثلا وقتی که میگه زن دیو میگیره دیونگی را میگیره و مثلا دیگه دو میگیره، این زن خبر نمیکنه. استاگ گفتم اصطلاح روسی تیخه، استاگ میرای زن دیو میگیری نه که عدل رعایت میکنی، عدل رعایت میکنی، ایش میوری 5 ماه اوش میوری 5 ماه، یا اینکه اگر در یک شهر باشن 2 روز در اینجا 2 روز در اینجا، یا روز در اینجا یا روز در اینجا، همین خیلی ان شاء الله تیخه دیگه کار میکنی ده تو درک گفتن شه. الله المستعان. بسم الله. من کی میگوید ب- ما راضی نیستم. بله اگر مثال زنش راضی نیست نه برادر، این زن بگیره. برادر این در دست زن نیست، ریزو هست نیست، در یگان زن ریزو نمیشود. امروز یگان زن ریزو نمیشود. یکم میگوید که من راضی نیستم، میتواند زن گیرد دو تا بله برادر امروز میگه امروز یگان زن ریزو نیست و یگان آیت قرآن حدیث آمدگی نیست که از زن تو اجازه پرسی، بلکه ما گفتیم مستحب هست، یعنی خوب هست که یکم زنت بدونه و ایلو به اجازت زن تو گرفته میتونی. بلکه امروز زنها خیلی جاهل هستن که باید خبرشون نکنی، بلکه امروز زنها خیلی جهل دارن که خبر نکنی خوبتر و اولوتر است، نه که عدل رعایت میکنی برادر، عدل رعایت میکنی. مثلا در روسیه هستی زن یکم میوری قدید 5-6 ماه میمونی، رویش میکنی میگی خیلی برام من کارو وزمینترن کمتر کار کنم 5-6 ماه پس میام، زن دیم تو استاک میوری قدید 5-6 ماه میسی، خیلی زن دیم علاقه میدونه که زن دیم است، میگی برا با زن یکم میورم، انا خیلی عدل رعایت میکنی. اما که رفته و ان شاء الله از زن دیم دو سه گودک دار شدی که درک یوف میگی الحمدلله گودکم من جدا نمیشم دیگه، مثلا دیگه راه ندارم. ما یک برادر میدونیم که میگه من زن دیم گرفتم، میگه از یک همین طرف دوشنبه جوی ده یک چند کوچه اوس میگه خونه زن دیم بود، میگه 2 تا گودک یافتم، میگه بعد زن یکم درک یافت، 2 تا گودک یافتم که بعد فهمید که چند کوچه اوس من زن دیم دارم، دیگه هیچ گفته نتونست، برای که من زن دیم گودکم من گودکم جواب نمیتونم، خیلی که دوست میداری که قطعی تو باشم من برای خاطر گودکمش جواب بگه، هیچ گفته نتونست. میگه انا امروز همین خیلی میگم برادرهایی که زن دیم میگیرن حکمتونه با حکمت، وقتی زن یکم اجازه نمیتیه همین خیلی چی میکنه استاک خپدا نه شرایط برادر اهمیت بده که شرایط یعنی عدل شرایط باید ابسپیچت کنی، ظلم نکنی که این حرام است. بارک الله فیک. السلام علیکم و رحمت الله. که محمد یک سوال مگر امکانه بشم سوال افتیم. امی آدمی که ناس میکشه پیش ملا در نماز پیش ملا درایت درسته یا نه؟ امی را فهمیدن در کار بود. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات برادر. بله این ناس کشیدن این فسق است، ناس سیگار کشیدن این فسق است. اگر یگان ملایی که از این خوب نباشد از این بهتر نباشد بله میسته، اما رفته یگان برادری که دیندار هست، برادری که از شریعت با خبر هست، از این گونه ملاها ده این برادر دیندار پیش بیستد خوب و اولوتر هست. یعنی رسول الله در حدیث ذکر میکنن که کسی شما با کتاب و سنت نزدیک هستین همو پیش بدرو، همو انسان پیش بدرد. این مولا را بگین شما از الله نمیترسید، چه مولا هستی که در نزد ما دیده و دونسته این ناس حرام هست، ناس میکشی تو چه خیلی این فسق است. الله سبحانه و تعالی چه ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، کسانی که تبذیر میکنن، کسانی که یعنی بگیم اسراف میکنن این برادرهای شیطان هستند. الله سبحانه و تعالی میگه خودتون با دست خودتون نکشید، تو با دست خود کشته میگه تو چه خیلی ملو هستی، از الله نمیترسی؟ اقلا همین گناه تو با جایی که ما ندونیم خیلی انسان میشه بعضی حالات که انسان در پنهانی گناه میکنه بگم کرد اقلا در باجو در چشم در روی چشم ما تو اومده نوس کشیده سی خیلی کیسه اعوذ بالله. برای هم قرار نگاه کنین اگر در دست شما همین قدرت و توانایی باشد که ملو را شما دور کرده و یک برادری که یک طالب علمی که یک برادری که مثلا قرآن و سنت رو میفهمد، نماز رو میفهمد، بسم الله ای را پیش بگذار، یک انسان پاک دامن رو
یک انسان با تقوا رو همیشه جماعت دوست می‌دارد که یک کسی ملا شود که انسانی که با تقوا باشد. همیشه این همین خیلی است. دوست می‌داره یک انسانی با تقوا پیش بره. برای اینکه اگر که رفته و شما نیوین این خیلی انسان‌ها پیدا نشوند نباشن، پس دیگه هم ملا را نصیحت میکنین. ملا را نصیحت میکنین از الله بترس، بگو این کار حرام است، تو بلکه با تو برو، بلکه ملا شما را نصیحت کنه که از این کارهای بد دست کشیدن. بارک الله فیک. یک شخصیت ما را گفته که در کدام سوره 2 بار بسم الله آمده است. همین درست است؟ خانجان همین دو بار بسم الله. بله سوره سوره چی باشه؟ بله سوره یک دقیقه از من همجا حضرت سلیمان ذکر میکند، از آیات رو من بخونم. بله برادر، در سوره نمل، سوره نمل آیاتی چی؟ نمل آیات 30. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. فهمو؟ یک بار در سرشوی سوره میگه بسم الله الرحمن الرحیم و همچنان در درونگ همین سوره نمل آیات 30 یعنی سلیمان علیه السلام را ذکر میکنه. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. که همجا قصه حضرت سلیمان رو قطعی هم پوچوی زنک ذکر میکند. بله برادر. محمد خیر یک سوال بود. امی در طرف ما ملای وقتی دعاخونه میره نزدش میگه در روز جمعه دعا نمیخونه، ممکن نیست امی درسته یا نه، یا که یگون سبب داره میره من که گه؟ بله برادر. بله برادر بارک الله فیک. اولین چیز ما چی میگوییم؟ ای مسلمان ها کوشش کنین خودتون دعا بخونین. کوشش بکنین با قرآن و سنت چنگ بزنین و از انسان ها طلب رقیه نکنین. برای چی؟ برای اینکه هر وقت انسان طلب رقیه میکند همون ایمانش ضعیف میشود. ما یک حدیث صحیح داریم که اگر الله سبحانه و تعالی نصیب کرده باشد که ما درسای توحید بگذاریم، رسول الله در حدیث صحیح میفرمایند که 70,000 انسان هسته که در روز قیامت به حساب و کتاب داخل جنت میشود. 70,000. رسول الله حدیث ما خلاصش ذکر میکنم، برادر تو سوال تا انشاءالله میگیری. رسول الله میگه که 70,000 آدم هسته که داخل جنت میشه به حساب و کتاب. حساب کتاب کردن نمیشود. همین سخن رو میگوید رسول الله داخل خانهش میشود که معلوم بود که خانه رسول الله در بری مسجد بود. در بین صحابه کشمکشی می شود. یعنی سخناش این انسان ها کی باشند؟ رسول الله کی را گفته باشد؟ بعضیش میگه که شاید این صحابه رسول الله باشند، شاید ما باشیم. و بعضیش میگن نه، میگه شاید این کسانی که در اسلام تولد شدند. بعضی صحابه مشرک بودند که اسلام قبول کردند. رسول الله میبره میگه چی گپ میگه رسول الله میگه ما وصفی همون 70,000 را کرده ایم. رسول الله میگه چی؟ هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. رسول الله در جا میگه آنها کسانی هستند که لا يسترقون، طلب رقیه نمیکنند. رقیه را میدونین دعا خواندن خیلی که برادر سوال کرد، طلب رقیه نمیکنند. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. یعنی کی گفته حاضرم هستند که خاصن در دولت‌های عرب یک نمود لیچینی هسته که به علاقتی، یعنی یک آهن جوش میکنن در بعضی جاهای بدن انسان میجقن، همون کی به علاقتی لیچینی میکنن که در شاید در طرفای مونه باشن که در دولت‌های عرب هستن این گونه لیچینی کی میگن که در وقت رسول الله و پیش از رسول الله این گونه بدن. رسول الله گفتن که کی کردن یعنی به همون علو لیچینی کردن جایز است، اما من دوستش نمیدارم.
اما دوست نمیدون با این کار کردن. چی گفت؟ کسانی که طلب رقیه نمیکنن و کسانی که همون گونه به علاو قتل چینی نمیکنن ولا یتطیرون. یعنی یتطیر گفته، طیر گفته همین است که یک پرنده را پیش عرب ها میگرفتن میپرتوندن رستکی، میگفتن اگر طرف دستی راست پره همون کارو میکنیم، اگر طرف دستی چپ پره او کارو نمیکنیم. یعنی همین سیم کارو نمیکنن و علی ربهم یتوکلون و با پروردگارشان توکل میکنن. پس ما میگیم ای مسلمان خود در خانه بشی قرآن بخون، از الله طلب بکن، توحید بیاموز، ذکرهای سحر و بگاه بکن، دعاها را در تنت بشک. یعنی این گونه ثابت است. اما اون مولا میگه که روز جمعه نمیخونم، این اصل ندارد. شاید مثلا مولا روز جمعه بله روز استراحت هست، از این گونه شاید در نظر دارد، بله روز استراحت است، روز جمعه که هر یک انسان دوست می‌دارد یک روز مثلا برای طالب علم و برای هر یک انسان این روز جمعه روز استراحت است. انسان چیکار میکند؟ روز جمعه فقط عبادت میکنه، استراحت میکنه. اگر از همین جهت گفته باشد که روز جمعه روز استراحت است، من دوست نمی‌دارم که کسی بخونم، فقط میخوام استراحت کنم، بله این گپ صحیح است. اما بگه روز جمعه اگه خوبی ندارد، این دلیل ندارد. یکی بارها میگم برادرها خودتون کوشش کنین، خودتون بخونین. اولین چیکار کنین؟ قرآن بخونین که الله چی گفت؟ قرآن چی گفت؟ شفا هستی. در قرآن شفا هست و رحمت برای مؤمن ها است. قرآن شفا و رحمت هست برای مؤمن ها. وقتی که انسان نزد یک ملا می رود، نگاه کنید، انسان وقتی یک نزد ملا می رود، اگر عقیدهش ضعیف باشد، ایمان ضعیف باشد، فکر میکند که همین ملا سبب شد، یعنی همین اگر ملا نمیشد، یعنی اگر همین ملا نمیشد من شفا نمیافتم. اعوذ. انسان با کفر میبره بعضی وقت. یک انسان باید اعتقاد کنه که یعنی ملا سبب شد، اما الله خواست بعد خوندن همین ملا. قرآن شفا هست. بعضی انسان میگه که همون فلانی ملا، اگر فلانی ملا منو بخونه شفا، نخونه شفا. این گپو انسان با با کفر شرک کین بره. برای این قرار کوشش کرده انسان خودش بخواند، از الله دعا و طلب بکند، از الله دعا و طلب بکند که شفا را بتید. و دیگه باقی دواهایی که رسول الله چی گفت؟ تداو بالحلال ولا تداو بالحرام. و دواگی بگیرین، دوا کنین با چیزهای حلال و با چیزهای حرام دوا نگیرین. که مثلا یک انسان سرش در میکنه، پاراتزیتامول میخورد، سرامون میخورد، مثلا دیگه اعضای بدنش در میکنه، داروهای حلال خوردن جایز هست. اما چیزهای حرام که ما بعضی انسان ها را میدونستیم سگ میخورن، نمیدونم اعوذ بالله چیزهای حرام میخورن برای چنین، این جایز نیست، حرام است. این حرام است، جایز نیست. فهمو شد؟ برادر بابای شما سوال هست؟ بارک الله فیک. یعنی که سوال این است که وقتی که مادر فرزندش رو خیلی دعا میکنن که خیلی یک در غضب دعا میکنن که راهیم فلان کار شو، فلان بسمدان شو، مگر درست است که در اسلام مثلا دعا کند و گوش نه میگیره؟ نه نه بعد از اون بله برادر، هرگیز پدر و مادر باید ضد فرزندهای خود دعای بد نکنند. هرگیز. اولین این که الله سبحانه و تعالی چی میگوید؟ ولا تقل لهما اف. یعنی اول الله سبحانه و تعالی چیکار میکند؟ برای پسر، برای جوان ها میگوید که برای پدر و مادر خود اف نگین. کلمه اف اهل علم در تفسیر ذکر میکنن که چون الله سبحانه و تعالی ذکر کرد اف نگین، میگوید که اگر از کلمه اف ده اگر یگان سخنی سبکتر میشد، الله سبحانه و تعالی همون سخن هم ذکر میکرد. کلمه اوف از همه سبکتر کلمه است که وقتی پدر میگه که مادر میگه بچه‌م بخیر برام یک سطل آب بیار، اوف میگوی میخیزی میرای. در همین سخن تو عاق میشی. در همین سخن تو میتونی که عاق شی، غضب الله در بالای تو بیاد. انا الله میگه همین کلمه ولا تقل لهما اف، برای پدر و مادر خود کلمه اوف استفاده نبر. کلمه اوف استفاده نبر، حرام هست برای تو. مادری که در
батнаш дар шкамаш тура 9 моҳ гардон, шабҳо хоб намекард, 2 солига тура шир дод, калон кард, ба воя расон тура, падар тура таълим дод ва падар тура хӯрдану чита сабаб шуд овард. имрӯз ту уф мегӯй. аллоҳ мега вала тақул лаҳума уф. барои падар ва модари худ уф нагӯ. аммо дуо кардан падар ва модар зидди фарзанд ҷоиз нест. барои дуои падар ва модар дар ҳадис зикр мешавад ки қабул мешавад. яке аз роҳҳое ки дуо қабул мешавад, падар ва модар барои фарзанди худ дуо бикунанд ки дуои падар ва модар қабул мешавад. вақте ки фарзанд дар сафар мебурад, ягон ҷо коркунӣ меравад, падар ва модар дар ҳаққи писар бояд дуо кунанд. ای الله حفظ که فرزند ما را، ای الله فرزند ما را مثلا از کارهای بد نگه بدار، ای الله در کسب و کارش برکت عطا بفرما. در حق فرزند دعا بکنند. دعای پدر و مادر قبول می شود و جایز نیست که ضد فرزندشان دعای بد کنند. بله امروز بعضی انسان ها هستند اعوذ بالله دعاهای بد میکنند. بله معلوم است که این پسرها مثلا پدر مادر احترام نمیکنند، اما کوشش کنه پدر و مادر در حق فرزند خود دعاهای بد نکنه. خیلی گفتیم که در یک سخن انسان میتواند که گناهگار شود، غضب الله در بالاش گرفتار شود. که رسول الله در یک حدیث دیگه ذکر میشه وقتی که بالای منبر میبرامد آمین آمین گفت. وقتی که سوالش کردن میگه جبریل آمده بود گفت، یعنی همین خیلی اصطلاحش همین خیلی که یعنی زیان دیده است، خسران دیده است، فرزندی که پدر مادر در نزدش هستند داخل جنت نمی شود. یعنی پدر مادر خود را احترام نکرد، پدر و مادر عاقش کردن، داخل جنت نمی شود میگه. یعنی این خیلی جرم بزرگ است. سبحان الله، انسان باید کوشش بکند که رضاگی چگونه که رضاگی الله را به دست میارد، رضاگی پدر و مادر را به دست بیارد. تو حتی اگر پدر و مادر مشرک باشند، وقتی ضد تو جنگ نمیکنند، وقتی ضد تو نمیبرویند، تو باید نگهشان بکنی. تو باید پدر و مادر خود را چیکار کنی؟ یعنی نگاه بین بکنی، طعامشان بیاری. اگر چی مشرک هستند، در کلایت واجب است نگاه بین کردنشون و زیبا دعوت کردنشون. فهمو شد برادر؟ فهمو. بهترین. акай муҳаммад як бародармон ҳамкурсмон буд. масал қори қуръон буд, олим буд, мефаҳмид, ҳама чиза илм дошт, илми хуб дошт. не ки мегуфт ки даҷҷол вуҷуд надора, аҷуҷу маҷуҷам мегуфт вуҷуд дора, не ки даҷҷол вуҷуд надора. ами гап рост боша? барои мардак олими қуръон мехона, қуръона ҳадис ҳамаро медонаву, не ки чиза ба гардан намеге, мега дуруст нест, ам вуҷуд надора дар ягон ҷо. мега дар ягон китоб, дар ягон сура омагӣ нест. بله برادر، از انشاءالله بیان میکنیم. این کسی است الله هدایتش کنه، کسی هست که این جاهل هست. این از برادر عکس ما پیش از این بگیم که هر یک انسانی که حافظ قرآن هست این دلالت نمیکنه که عالم هست. امروز ما در تاجیکستان و در دیگر جاها بسیار انسان ها را میدونیم قاری قرآن هسته، اما لغت عربی از لغت عربی اصلا گرم بلد نیست، لغت عربی را نمیدونه. قرآن ماشاءالله حفظ کرده است، اما یک معناش، یک سوره فاتحه را بگو هم برای ما یک مختصر ترجمه بکن کردن نمیتوند. برای که امروز هر یک قاری قرآن این عالم شدن نمیتونه. برای عالم یک شخص را گفتن باید بعضی اهل علم 6 تا شرط گذاشتگی هستند. یکی از همون شرطاش است در لغت عرب با خبر باشد، لغت عربی را خوب بداند، گراماتیک را خوب بداند. گراماتیک مثلا نحو و صرف میگویند، نحو و صرف عرب ها نحو و صرف، بلاغه، این رو خوب بداند. بعداً اصول داشته باشد، اصول فقه، اصول حدیث، اصول تفسیر.
و آیات‌های احکام رو بداند. اگرچه قرآن هم حفظ ندارد، بعضی آیات‌هایی که در حکمش آمده اینها رو بداند. اما در ما همین خیلی از برادرها که یک انسان دو بار سخن زیبا میگه قرآن میگه حفظ کن عالم است، نه، این خطا است. و انسان خطا کرده 100% که ان شاء الله ما بیان میکنیم. مثل هذا الرجل يكون كافرا نعوذ بالله لأنه أنكر شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان بين له أهل العلم وضحوا له. وهذا يعني شیخ میگوید که کسی که این کار میکند چرا نازل شدن عیسی را و کشتن دجال را، یعنی دجال کی میکشد؟ سوال در اینجاست که دجال کی میکشد؟ پیش از این مهدی چیکار میکند؟ مهدی میآید. مهدی تولد میشود، از نسل پیامبر هست و نام پدر و مادرش مانند نام پدر و مادر رسول الله هست که نام پدرش عبدالله و مادرش آمینه، نام خودش مهدی، که مسلمان ها بیعت میکنن به این، در گرد مهدی جمع میشوند. بعد از این دجال نازل میشود، فتنه دجال. بعد از دجال در همین سرعتی که دجال میاد، فتنه همه جا را میگیرد مگر مکه و مدینه، که همه مسلمان ها در مکه و مدینه میمونند. همه مسلمان ها میگریزن مکه مدینه میروند که دجال میاد رامدن نمیتونه. دجال وقت در گرد مکه مدینه میاد، زمین جنبش سخت میشود. همه منافقا میبرویند، کافرها منافقا میبرویند، فقط مسلمان ها میبینند که بعد عیسی علیه السلام از آسمان میآید، نازل میشود، میآید که عیسی برای کشتن دجال میاد. شیخ سوال میکنن که یک انسان این کار میکنه، این کفر است. میگه اگر بیان کرده باشنش این کار کردنی که دجال وجود نمیدارد، دجال نمیاد، عیسی نمیاد، این کفر است. برای چی؟ برای میگم معلوم است، برای در این موضوع حدیث آمدگی هستند. و ما هذا لأن من كذب الرسول صلی الله علیه و سلم فهو کافر و من كذب الله فهو کسی تکذیب میکند پیامبر رو کافر است، و کسی که الله رو تکذیب میکند این دروغ میشماره کافر است. وقد صحت و تواترت هذه الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه و سلم نزول المسيح ابن مريم من السماء في آخر زمان و في خروج یأجوج و مأجوج و في خروج دجال في آخر زمان. یعنی اینها میگه ثابت هستن با تواتر که یأجوج و مأجوج اول عیسی میاد، مثلا عیسی میاد، یأجوج و مأجوج و دجال، اینها با تواتر یعنی 100% اینها ثابت هستند، 100% ثابت هستند. هذا ثابت بالاحاديث صحيح ومتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكارها كفر وضلال. انکار کردن اینها کفر و ضلال هست. نسأل الله العافیه و السلام. بعدا شاید حدیث رو بیان کند. سؤال الاول الذي يتعلق بالدجال والدجال والمسيح ابن مريم ويأجوج ومأجوج هؤلاء ثلاثه ليس فيهم شك بلا ريب. یعنی عیسی پسر مریم و یأجوج و مأجوج و دجال، اینها میگه در اینها بدنش، یعنی انسان باید شک نکند که اینها میآیند. وتواتر فيهم أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مهدي فقد تواتر فيه أخبار أيضا وحكاها غير واحد أنها تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لبعض الناس فيها إشكال وتوقف. أما مسألة مهدي همچنان ثابت هست، اما در بعضی انسان ها کم ضعف هست. یعنی یک انسان اگر مهدی رو انکار کرد، اینم کفر است، اما نمونند اینها. فهذا قد يقال بالتوقف في كفره وردته عن الاسلام، لان خلاص در این توقف میکنیم. یک انسانی که مهدی را اگر انکار کرد، باز اگر ما حدیثا را بیایم اگر در کار شود، میتونیم که پرتویم یا پرتویش، یا اینکه خوبترش برادر ان شاء الله ما میتونیم در همین جا میتونیم که حدیثی که برای دجال آمده است، برای یأجوج و مأجوج آمده است، من ان شاء الله بعدتر میپرتم تو که کمتر وقت میگیره. اما خیلی بیان کردیم این انسان رو بگین توبه که باز بگر به سوی الله و رسولش که
این گپ‌های تو کفر است و تو با همین سخنات کافر میشی. کافر شدی الکی. کافر الکی شدی که این کار کردن که این کار کردن که با تواتر، یعنی معنای تواتر می‌دونی چی است؟ یعنی 100% ثابت شدن. 100% ثابت شدن. یعنی که کجا مگر کافر شده باشد اگر میتونه توبه کند باز از بله 100% برادر، 100% میتونه الله سبحانه و تعالی کفارهایی که مثلا یعنی ضد الله و رسولش جنگ میکردن، وقتی که توبه میکردن چیکار میکرد؟ الله قبولشون میکرد. کافرهایی که ضد الله و رسولش جنگ میکردن. بوده نمیگوین که خداوند بخشنده میگه. بله حدیث میگه که سبحان الله، من برادر گفتم در بخاری آمدگی است. حدیث در بخاری با رقم 6580 که از عبدالله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. این حدیث 100% صحیح است و با در دیگه حدیث هم آمدگی است. سبحان الله، چگونه حدیث ها زیاد آمدگی است در مسلم، بخاری. سیم حدیث در مسلم و دیگه حدیث خیلی، اگر بخوای همه همینا رو من روی میکنم این چگونه حدیث ها سبحان الله در این موضوع آمدگی های. الله اکبر. من بعد سبحان الله نمی در گروه روی نکنیم، در خواست من خط کنم، من در خواست روید میکنم ان شاء الله که بگی رویش کن. به همین چیو که پیامبر فرمودن حدیث یکم رو بخونیم. حدیث یکم، یک حدیث رو قلم بخونیم که برادرها بفهمن. محمد روی کنید بخداش. حدیثی که از عبدالله ابن عمر ذکر می شود، رسول الله فرمودن که و ذکر دجال بین ظهرنا ظهرانی ناس فقال، یعنی چه ظهور می شود؟ پیامبر گفت ان الله لیس باعور. با درستی که الله کلمه اعور گفته یعنی کور. گفت الله یعنی یگان جاش الله مثلا کور نیست. الا ان المسيح الدجال اعور العين يمنى كأن عينه عتبة طافئة. یعنی گفت که با درستی که مسیح دجال کور هست، چشم چپش مانند هم یک سه وصفش میکنه، نفهم یک سه که یک نمود درخت وصف میکنه که یک نمود میوه سه که هم مانند همون والله هم کوری سفیده، خیلی هم خیلی چشمش کوری هم خیلی سفیده، هم خیلی چشمش. که من باقی حدیث ها زیاد هستند، همه شروعی میکنم به زبان عربی و هر رقمای حدیث ها قطعی. اگر همون انسان رو بشناسیم بگو این حدیث ها و تو توبه بکن که این با تواتر ثابت است، یعنی 100% ثابت است. این کار کردن دجال، این کار کردن یعجوج و ماجوج این کفر است. این حدیث ها در بخاری مسلم اومدگی است. بله برادر، بارک الله فیک. اگر برادرها دیگه سوال نباشد ان شاء الله من میگم خارج شم. میگم همین جوری. سلام علیکم بابا خوبی؟ علیکم السلام. سوال باشه معلومات برادر. آیت قرآن همین مقصد ترجمه شده گفتند در کره سوال ابستم. بله کدام آیت قرآن اول من بگو. ما نمیدونم راستی مرا سوال دادن گفتن که بیا خیلی ازتون نیفتم امیرت شما گفتم پرسم. خلاصش خیلی آیت است که ول همینو ولو للامر منکم این می قویت های امیر مقصد معناش به تاجیکی چی میشه که ویل للمصلین نباشه؟ نه و اولی الامر منکم. و اولی الامر منکم. بله بله و اولی الامر منکم. بله یه دقیقه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بله الله رو پرستش کنید و پیغمبر رو جشن مقصد معناش ایشه میفهم. انا ایشه نفهمیدم که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم انا می جشن میشه باشه که بله در این مسئله مفسرها بیان کردگی هستند که یعنی اولو الامر کی هستی. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء این آیت نیست.
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بله سوره نیسا آیت 59 برادر، سوره نیسا آیت 59 ای تفسیر ابن کثیر میبینیم ان شاء الله. سوره نیسا آیت 59 الله سبحانه و تعالی گفتن یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردین، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، الله و رسولش را اطاعت بکنین، و اولی الامر منکم، و اولی الامر از بیان میکنیم تفسیرش رو که ابن کثیر چی ذکر میکند. ابن کثیر میگه که و اولی الامر منکم یعنی اهل الفقه و دینی، اهل فقه و دین یعنی عالم ها رو. و کذا قال المجاهد والعطاء والحسن البصری و ابو عالیه، و همچنان مجاهد یعنی مجاهد یکی از عالم هایی که شاگردای ابن عباس بود، و عطاء و حسن البصری، اینها عالم های سلف هستند. یعنی یک گروه عالم ها گفتن که همین اولی الامر عالم های اهل سنت، عالم های حق گوره. فهمیده است برادر؟ عالم هایی که حق میگویند، حق را برای مردم بیان میکنند. برای ما عالم ها زیاد داریم برادرها، عالم ها زیاد هست اما حق را بیان نمیکنن برای مردم، بلکه چیزی که برای فایده باشد، برای منفعت خودشان، برای منفعت طاغوت ها، برای همین چیزا را میگن. اما عالم های حق گو را اطاعت کردن کو بشود. چی گفت الله سبحانه و تعالی؟ و اولی الامر منکم، عالم ها و کسانی که دیندار هستند. و دیگه سخن چی گفت؟ و اولی الامر یعنی العلماء، و ظاهر والله اعلم ان الايه في جميع اولی الامر من امراء والعلماء كما تقدم. یعنی ظاهر آیه چی است میگه؟ همچنین عالم ها و امراها، امران امیرهاتون، کسانی که به حکم الله و رسولش حکم میکنن در بینتون، پادشاهایی که به حکم الله و رسولش میکنن، همونها اطاعت کرده میشود. و هم عالم ها و هم امیرهایی که به حکم الله و رسول میکنن، همونها اطاعت کرده میشود. فهمیدی برادر؟ سوره نیسا آیت 59 الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردین، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت بکنین الله و رسولش را، و اولی الامر منکم، و اهل علمتان را، یا اینکه پادشاهایی که به حکم الله و رسولش میکنن. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلك خیر و احسن تأویلا. هر وقتی که شما در یک مسئله کشمکشی کردین، یک مسئله بینتون خلاف شد، پس باز بگردین به سوی الله و رسولش. اگر شما ایمان داشته باشین به الله و روز قیامت، برای شما این بهتر و خوبتر هست. فهمو شد برادر؟ بله بله. الله جزای خیر کنه. هزار رحمت. سلامت. بله. ماشاءالله. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت. اسلام تیوی من وقتا سوال دارم. برای چی کانال اسلام تیوی هست درنش عشقی است؟ خیلی چگونه بله برادر نام خود چیست؟ سبحان الله. کی ما؟ بله برادر. اما صبر اومد کانال کتی اومدم. بله برادر صبر الله حفظت کنه. ان شاء الله من گفتم میرا سخن میکنم که همین گونه اگر چیزهایی که عاشقی هم خیلی چیزها میشود، این گونه انسان ها را اولا روچکاشون بگیریم و این چیزها را پهن نکنن که رسول الله در یک حدیث صحیح فرمودن که الدال علی الخیر کفاعله. برادر آواز افزا در دین اسلام مسخره میکننده دامو جان درنش عشقی هم میکشه اسلام میکنه است. بله برادر دقیقا نشان آواز کسی زیاد بعد اومد که سبحان الله بزیم واسن کیم دیگه میگه بخیر برادر آواز تا بزنی الله حفظ کنه. این دیگه فاروق جان این باشه نگاه کنید برادر الله حفظت کنه. کسانی که اگر یگان چیزهایی که خیلی میپرتویند
اینها را تو برادر سرازا معنشون کن که در همین کاری بعد خوش نشیم ما. نه در کانالش ترنش عشقه بود نکی بیرونش اسلامی کرد از ما حالیت مونده برای چی این بله کار با کرد؟ انا نگاه کده یگون کس میگه که بیام کانال ما رکلام کنم میگه مثلا تا همون کانال تحقیق برادر خود کانال شبین خیلی کانال چیه و ایلو که رسول الله در یک حدیث فرمودن که الدال علی الخیر کفاعله، کسی دلالت میکند به سوی خیر مانند کننده همون کار هست. اما در دیگه حدیث فرمودن که من دعا الى الضلاله كان عليه من الاثم مثل آثم من تبعه لا ينقص ذلك من آثم شيئا. کسی که دعوت میکند به سوی گمراهی سبب میشه که یک انسان گمراه میشود، اگر چی تام کاری بدی را نمیکنی تو مانند همون گناه گرفتن میکری. مثلا یک سایت رکلام میکنی، سایت موزیکا داره، مثلا موزیکا فحش فاحشه کینو حرامی، مثلا تو تماشا نمیکنی اصلا، تو هم رکلامش کردی، نو فهمیده رکلام کردی مثلا، یا میدونی مثلا رکلامش چندی انسان ها گمراه میشن تو برابر، اگر چه کار تو نمیکنی تو برابر همونو گناه گرفتن میگی. برای اینکه برادر تحقیق هر یک کانالی که پهن میکنی یعنی باورکه که 100%. بله برادر امین عبدالرحیم دا سبوج کنم عبدالرحیم. بله عبدالرحیم هوی از سخن که چیتایی که سخن که السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أوزات علیکم السلام و رحمت الله. بله برادر أخي جان برسون که درسای توحید هم کنم أخي پرتوی درسای عقیده. بله ان شاء الله ما قطعی برادر در توقیه با صحبت میکنیم ان شاء الله. اوزی باقی برادر هم میفهمونم که چه درس رو پهن کنه که چیکار کنه در کار ان شاء الله. بله مداخله شما ان شاء الله. بله کو برادر سوال نباشه بعد ان شاء الله خارج میشن، قطعی برادر کمتر ما صحبت میکنیم، انتظار کنیم که برادرگون سوال داشته باشن. ان شاء الله کوشش میکنیم که اقلا یک روز پس دو روز پس ان شاء الله اگر بدرویم امر معروف کنیم که برادرها استفاده برند، سوال ها باشد ان شاء الله. و معلومات برادرشون السلام علیکم. ممکنه من سوال تیم؟ بله و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. اکجان من راستیگه چند سال شد خیلی زندگی من که فرزند ندارم. من حوض خودم در روسیه، اگر من یگان کودک عروس اگر به فرزندی گیرم هوای در دین ما ممکن است یا که نیست؟ اولا که الله سبحانه و تعالی نصیبت بکنه فرزندهای صالح. دعا رو زیاد بکنین. اول لیچینی کنین قطعی همسرتون لیچینی کنین ان شاء الله. خو یکم دوشنبه در رفتیم ما همینجا رفتیم. بله خواهر ان شاء الله استاد خواهر ان شاء الله استاد بزنین بارک الله فیک. ان شاء الله من جواب میتم، من یک جواب میخوام کلانتر بتم تو که دیگه کسا استفاده برند. بارک الله فیکی. اولا خیلی که در حدیث ما فرمودیم رسول الله گفتن تداو بالحلال ولا تداو بالحرام، و دوا بگیریم با چیزهای حلال و از چیزهای حرام پرهیز بکنیم. همه راهها رو ان شاء الله بین در تاجیکستان از در روسیه است این کوشش کنین ان شاء الله. بعد از این دعا رو زیاد بکنین، دعا رو چقدر زیاد بکنین که الله سبحانه و تعالی در سوره نوح فرمودن فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الله چی گفت؟ ای مردم ذکر رو چقدر زیاد بکنید. نوح علیه السلام قومش رو دعوت کرد به سوی همین و همه انسان ها باید خیل بکنند ذکر رو. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. و درستی که پروردگار غفار هست، بخشنده هست، مهربان هست. برای شما از آسمان بارون نازل میکند و برای شما فرزند میدهد. پس در زبان کسی که فرزند ندارد، کسی که مالش کم هست، ذکر رو از زبان قطع نکند، یعنی ذکر نبرای زبان. پس یعنی
دائما با ذکر الله باش. استغفر الله استغفر الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله العظیم، سبحان الله و بحمد سبحان الله العظیم. همین گونه ذکرها را با دیگه ذکرها زیاد هستند. همیشه اللهم انی اسألك من فضلك و رحمتك فإنه لا يملكها الا انت. اهل علم از همین آیات از سوره نوح همین آیات دلیل گرفتن که هر کسی که مالش کم هست یا فرزنددار نیست باید ذکر را زیاد بکند که این 100% ثابت شدگی است. بعداً فرزندهای کفار را گرفتن، اولا که برای طرف فرزند نمیشوه این، یا اینکه بچه خان بگیم در اسلام بچه خانی خیلی گپ نیست. بچه خانی گپ نیست. یعنی تو اگر یک فرزند یک کودک رو گرفتی فرقی نداره، مثلا یک کافر را مثلا مسلمان گرفتی بچه باشد تو به سن بلاغت شه، بلاغت که شد و بلاغت که رسید تو دیگه ایره جایز نیست پیش تو در آمدن، جایز نیست که پیش تو در آمدن که مثلا بلاغت یعنی از هم منطقه ها فرق میکند. مثلا بعضی بچه ها مثلا 11 ساله، بعضی بچه ها 12 ساله به بلاغت میرسن. یعنی بلاغت همون معلوم است که احتلام شدن، یعنی همون چی میشود که مثلا احتلام، یعنی کلمه احتلام اگر بفهمین با بلاغت میشه خلاصه آب مردانه ریختن. اما اگر در همون سن رسید دیگه حرام هست که در نزد شما این کودک بسته. اولا بچه خان نیست در اسلام، در همون سن سال رسید که شما حق ندارین این بچه را بینید. اگر دختر باشد همچون شوهر شما شوهرتون نمیتونه این دختر رو دیده. اما یک راه هست که یک کودک میده را بگیری، مثلا خواهر یا اپت چیکار کنه، خواهر یا اپت اگر این رو چیکار کند شیرش بتیه تو چی میشود؟ کودک کودک اپت میشود، کودک اپت میشود با اون خاله مثلا خالش میشه از این رو. اما شوهرتون هیچیش نمیشه برای اینکه این مسئله اصلا کوشش کرده که فرزند ختان شود، فرزند ختان شود. بعد اگر که گرفتین یگان کودکای مسلمانه نه که ان شاء الله در این موضوع من بار دیگر بدرویم، ان شاء الله من تفصیلا بیان میکنم. ان شاء الله اگر همینجا این خواهر باشد بار دیگر که ما بدرویم من این موضوع را تفصیلا بیان میکنم. میشه ان شاء الله. بله برابر. هزار رحمتی کلام. سوال دیگه من وهابی گفته کی رو میگن؟ وهابی رو در باره وهابی ها که معلومات میدونیم بهتر میشد. بله برادر، اولا که سبحان الله امروز مشرکا و منافقا میخواهند در بین مسلمان ها تفریقه بدوزند. فهمو برادر؟ الله سبحانه و تعالی گفت ان الدین عند الله الاسلام، ان الدین عند الله الاسلام، و درستی دینی که الله قبول کرده است این اسلام هست. دینی که الله سبحانه و تعالی قبول کرده است این اسلام هست. هر یک انسانی که لا اله الا الله میگوید محمد رسول الله میگوید شرک و کفر ندارد، کامیرا تا بکش، شرک و کفر ندارد، نماز میخواند این مسلمان هست، 5 وقت نماز میخواند این مسلمان هست. اما امروز بعضی انسان ها میویان چیکار میکنند؟ با بعضی نام ها میخوان مسلمان ها را جدا کنند. کلمه الوهاب این یکی از همون نام ها صفت های الله هست. امروز بعضی جاهل ها دشنام میکنند صفت الله. الله چی میگه؟ یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. الله میگه که من بعضی انسان ها رو دختر میتم و بعضی ها رو بچه، و در باقی میگه و بعضی را هیچی نمیتم، و بعضی انسان ها رو الله هیچی نمیته. هم قدودا میکنه چه خیلی که نمیخواه روز بیان کرد، همه کارا میکنه الله نمیخواه نمیتید فرزند. الوهاب یعنی وهاب گفته دهنده بی پایان. اما امروز همین نام الله خواستن چیکار کردن؟
سیاه کردن. یک عالمی که یک عالم 200 سال پیش وقتی که دعوت کرد به سوی توحید، مردم رو به سوی توحید دعوت کرد، محمد نام داشت. محمد ابن عبدالوهاب. محمد پسری که پسری عبدالوهاب، یعنی عبد بنده میشه. الوهاب چه گفتیم؟ یکی از نامهای الله. اما همین عالم نامش چی بود؟ محمد. فهمیدین برادر؟ نام عالم محمد نام داشت. وقتی که در جزیره عرب دعوت رو سر کرد، که در جزیره عرب 200 سال پیش 250 300 سال پیش شرک و کفر خیلی پهن شدگی بود. تا حتی در مکه خودش با 4 امام مردم نماز میخوندن. شیعه ها زیاد شدگی بودن، یعنی شرک زیاد بود. وقتی که محمد دعوت رو سر میکند، مردم رو بیان میکنه چگونه که امروز طالب علم اهل سنت حق رو بیان کرده ایستند، به سوی توحید دعوت دارن مردم رو، به سوی لا اله الا الله. وقتی که دعوت میکرد همین خیلی مردم اساسا بیدار میشوند، میفهمن مردم که در خطا رفته ایستند. شیعه ها میبروین میخوان چیکار کنن؟ عالم نومش سیاه کنن. میخوان عالم چیکار کنن؟ نومش سیاه کنن. میخوان مثلا بین مسلمان ها تفریقه بدوزن، میگنش وهابی. وهابی برای وهابی گفته الوهاب این نام الله بسیاری مردم نمیدونه، در حالی گفتیم که برادر این نام الله است، الوهاب. کسی که اگر میخوای برای تحقیق کردن بنویسین الوهاب، که یکی از با روسی دارویشی، دهنده، با تاجیکی دهنده، الله میدهد فرزند، رزق. خلاصه همین شیعه ها و امی اهل گمراه گفتن که ما باید داخل کنیم، سیاه کنیم همین نام، همین انسان سیاه کنیم، نام سیاه کنیم. گفتن چی میگیمش؟ وهابی. وهابی. اگر این نامش محمد است، اگر گفتن ما محمد بگیم یعنی محمدی، هر یک مسلمان میگه ما پیرو از محمد هستیم. اما کلمه وهاب گفتن بسیاری مردم نمیدونن، وهابیش میگیم مردم میگریزن. برای این یک نامه ها میگذارن مردم رو جدا کردن. ما میگیم هر کسی که دعوت میکند به سوی لا اله الا الله کفر و شرک ندارد، این عالم قبول است در نزد ما. کفر و شرک بدعت رو پهن نمیکند، مردم رو به سوی گمراهی پهن نمیکند، دعوت نمیکند. چگونه علم های اهل سنت مثلا امام ابو حنیفه مثلا رحمه الله، شاگرداش مثلا ابو یوسف، زفر، چگونه علم های مثلا زیاد ما داریم از سلف آمده ای پایون. برای بعض اهل بدعت با بعض نام ها میخوان بعض انسان ها را سیاه. ما هر یک انسان، ما در شریعت ترازو داریم برادر، در شریعت ترازو داریم، میزان میگن که هر یک سخن عالم در همون ترازو چین میکنیم. اگر با گفته الله و رسولش باشد، چگونه که سلف صالح دعوت میکرد باشد، پس قبول است. الله و رسولش باشد، چگونه که سلف صالح اگر خلاف این باشد، این چی است؟ مردود، ترک می شود. این مختصر همین شخصیتی که یک 200 سال پیش پیدا شدگی بود، همین رو همین خیلی نام میگذارنش. اما گفتیم ما را الله سبحانه و تعالی مسلمان سماکم مسلمین، الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ شما را مسلمان الله خطاب کرد. این دین عند الله الاسلام. ما هر یک ما خودمون مسلمان میگیم، ما میگیم پیرو از قرآن و سنت هستیم، ما پیرو از شخصیت نمیکنیم، پیرو از شخصیت نمیکنیم. یعنی اما مسائل عقیدوی که مثلا مسائل فقهی که یک انسان مثلا پیرو از امام ابو حنیفه در فقه است، این اشکالی ندارد. اشکالی که امام ابو حنیفه میگن اذا صح الحديث فهو مذهبی، هر یک حدیثی که صحیح گفتین این مذهبی من هست. اما عقیدوی هر یک انسان قرآن از سنت عقیده میگه، یعنی الله شناختن. الله چه تو میشناسی؟ و قرآن و سنت میشناسی. اما مسائل فقهی که مثلا اینها از یک عالم میگیری، این خلاف گفته الله و رسول هم باشد، باکی ندارد. والله اعلم. مختصر همین است. باقی برادر الله یست کنه ان شاء الله خارج میشیم، باقی شد بعدتر میدونیم. چی گفتی برادر؟ خوب میشود. مثل اگر میشه اگر چند سال نماشد مورم باید بچه بمانیم. بله برادر ان شاء الله یک صحبت کنیم بعد یک کمتر. کم نیست، کم نکنیم. ساعت پس انشالله میکنیم و یک جا مگزین هفتستیم. آقا من یه سوال داشتم. بله بفرمایید. تا اونجا ما میتونم خودشم انشالله اومدم انشالله
دفاع میکنیم. تمام برادر انشالله. بله سوال تا بفرما که من خارج میشم. سوال ما وهاب گفتید یا وهابیه اکی چیه؟ همین که گفتم نفهمیدید شما. یعنی الوهاب این نیمان یکی از نام، الوهاب یکی از نام، اولا یکی از نام ها صفات های الله هستند. الوهاب که وهابی گفته یک عالم بود نامش محمد، یک عالم که 200 سال پیش گذشته بود نامش محمد نام داشت. پسری که عبدالوهاب، یعنی نام پدرش عبد وهاب نام داشت. آن نام همون عالم خودش محمد نام داشت. نه که نام پدرش نام داشت عبدالوهاب، یعنی عبد گفته بنده الوهاب. خیلی که ما عبدالرحیم، عبدالله، عبدالرحمن، مثلا عبدالملک میگذاریم، بنده مثلا الله، بنده رحمان، بنده رحیم، مثلا بنده الملک پاچا، که این صفات های الله هستند، جایز هست. نام همه انسان خودش محمد نام داشت. اما بعضی گروه هایی که پیدا شدن از شیعه ها در همون وقت، شیعه ها را شرکشون بیان کرد. شیعه ها معلوم است برای همگی که غیر الله عبادت میکنند، از مرده ها طلب میکنند، و همون انسان بیان کرد همون ها را. صوفی هایی که هستند از قبر طلب میکنند، از مرده ها طلب میکنند، همون ها را بیان کرد غیر الله گفت دعا نکنین. و دلیل ها قرآن و سنت این ثابت است که الله چی میگه ادعونی استجیب لکم، الله میگه ما رو دعا بکنین. یا آیات سوره فاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله میگه که هر یک ما میگوییم که ایاک نعبد، ای الله ما تو را عبادت میکنیم، و ایاک نستعین ما از تو طلب میکنیم. همین گونه مردم رو بیان کرد، شیعه ها را حالشون را بیان کرد، دیدنش بدبینیش کردن. و اینها گفتن که اگر ما نام ای را بگیم محمدیش بگیم، یعنی هر یک ما میگیم که یعنی ما محمدی پیرو از محمد هستیم. اما کلمه وهاب گفته امروز بسیاری مردم همین که وهابی گفته این کلمه را نمیدونن چی است. در اصل گفتیم که این نام الله هسته که امروز بسیاری جاهلا دشنام میکنن. این کفر است دشنام کردن الوهاب. گرفتن نام پدرش، یعنی پدری باید در اینجا واپشه دخالت نداره. پدر و یک عالم بود، نه که در این دعوت این شیخ دخالت نداره و یک عالم گذشته بود. اما نام پدرش گرفتن سیاه کردن، بنده وهاب، بنده وهاب. سبحان الله، خیلی انسان ها دشنام کردن. یک عالم گذشته به چندین سال ها پیش. چگونه ما بیان کردیم که عالم ها ما زیاد داریم، عالم های سلف و خلف، عالم های پیش و عالم های حاضر. فهمو شد؟ رحمت کلام که